شما چطور جذب این شبکه خطرناک شدید؟ من ابتدا به طور ناآگاهانه عضو شبکه ضاله اجتماعی فیسبوک شدم و بعد از مدتی یکی از مسئولان موساد با من تماس گرفت و گفت ما قصد داریم که یه عملیات خطرناک رو در تهران انجام بدید، شما پایه‌ای. خود مسئول موساد گفت. منم گفتم تا چی باشه. خلاص همون لحظه ویزای اسرائیل من صادر شد، 1 میلیارد دلار پول نقد به حساب بانک پاسارگاد اینجا واریز شد برای من. فردای اون روز تقریبا فرداش با هواپیمای اختصاصی بنده رو در بندر اشلوکون اسرائیل پیاده کردن. همونجا حدود 5 سال آموزش آببازی دیدیم ما تا خود آقای نتانیاهو تشریف آوردن و به من تاییدیه دادن که شما کاربلد آببازی شدید. از اونجا ما رو برای دوره‌های سوپر فوق تخصصی WTITOO سوپر آببازی به امریکا فرستادن، محله اوهایو. آقای اوباما تشریف آوردن همونجا در همون فرودگاه 15 میلیارد دلار دیگه ایشون به حساب بنده واریز کردن و بعد بنده رو به کمپانی لاکهید مارتین بردن و آخرین فناوری‌های اسلحه‌های آبپاش نشونمون دادن که همونجا که ما چند قطعش هم دادن ما امتحان کردیم. بعد برنامه بعدی شما چیه؟ یعنی شما کار بعدی که می‌خواید انجام بدید چیه؟ برنامه بعدیمون این بود که دو شبکه‌های بعدی مثل کلوب و تیبیان هم عضو شیم و در اونجا هم کمپین خطرناک آببازی رو پیاده کنیم. به نظر شما چرا استکبار جهانی تماماً به دنبال گسترش آببازی هست در میهن اسلامی ما؟ در واقع این سوال خیلی ساده است. استکبار با توجه به موفقیت‌های بی‌سابقه جمهوری اسلامی و دولت در کنترل تورم، بیکاری، مسئله مسکن ایرانیان و از همه مهمتر رشد اقتصادی بالای 60% جمهوری اسلامی باعث شده که استکبار جهانی راه دیگه‌ای به غیر از مقابله با آببازی نداشته باشه. چه برنامه‌های خطرناک دیگه‌ای رو دارید که قصد انجام اونا رو داشتید و موفق نشدید؟ ما قصد داشتیم توی زمستون هم برف بازی کنیم. توصیه شما به کسایی که الان شما رو تماشا میکنن چیه؟ من واقعا از مسئولین میخوام که زودتر اینترنت رو ملی کنن که فیسبوک دسترسی نداشته باشن تا مبادا حرکت‌های خطرناک دوباره تکرار بشه. ضمناً برای خودم هم حکمی به غیر از اعدام نمیتونم صادر کنم. من از مسئولین میخوام که بعد از این مصاحبه من رو اعدام کنن. تقاضای عفو هم ندارم.